سلام دوستان، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. آقا امروز اومدیم بریم یه ست جدید داخل لاک رویال اومده. البته خیلی جدید نیستش، چند روز از اومدنش میگذره، ولی خب من جم نداشتم، رفتم جم زدم و میخوام الان بیام بگیرم. شاید فعلا در حاضر 4 کی دارم. و آها من 500 تا جم صدا رو کم کنم. من 500 تا جم زدم و این تاپ آپ رو برداشت کردم. خیلی تاپ آپ خوبیه. 500 تا میزنی 500 تا بهت میده قشنگ. یعنی تو 500 تا زدی یعنی در واقع یک کا زدی، اینجوری میشه. بعد این تاپ آپ هم که قبلا نشونتون دادم توی شورت ویدیو گذاشتم. و بریم حالا سراغ گرفتن این گردونه رو. بذارین نشونتون بدم. این دنس نه اینجا نیستش، ببخشید. این ستشه که ستش خیلی قشنگه، خداییش خیلی قشنگه. این ستشه که به اسم اینوسکه برای انیمه شیطان کشه. انیمه شیطان کش من دیدم خودم. این انیمه رو خیلی انیمه قشنگی، انیمه شیطان کش. این شخصیتش هم اسمش اینوسکه است و این شخصیتش هم اسمش تانجیروه. و فعلا یه شخصیت دیگه هم داره که فعلا نیومده. حالا اگر اومد نمیدونم، احتمالش کمه که بگیرم، ولی شاید گرفتم اونم. و این از کلا ستش ستیکه است. شلوارش و کفشش و همه پیرنش جداست و موش و ماسکش هم یکیه. در واقع ستیکه است دیگه. و قبل از شروع شدن ویدیو لایک کنین، ساب کنین، عشق منین، بزنین بریم برای ویدیو. ما بیایم اینجا. اول بذار چیا رو حذف کنیم. این چیه؟ نه اینو میخوام. این چیه؟ اینم بذار باشه. اینو حذف کنیم. اینو دارم. بعد اینم باشه. این چیه؟ اینم باشه. اینم باشه. اینو حذف کنیم دیگه. آره دیگه. نه این بهمون توکن تاور میده. این سته خیلی خزه. بذار اینو حذف کنم. یا نه ولش کن. این دوتا رو حذف میکنیم و بریم برای راستی اسپیناشم. بذار اسپیناشم اولین 19 تا 9 تا 19 تا 49 تا 99 تا 199 تا 399 تا 799 تا و 1399 تا. خیلی فشاره واقعا. امیدوارم به اسپین آخر نکشه. خیلی فشاره. خیلی در واقع جمعا اینا میشه 2 که 900 خورده ای. خیلیه واقعا، خیلیه برای یه ست. خیلیه. البته این دنسه هم هستش، ولی خب میگم کلا خیلی جمعه. خب 9 تایی رو میزنیم. وای من یه لحظه فکر کردم داد. وای یه لحظه قلبم وایسی فکر کردم داد. 19 تایی. بذار میخوام بعدی رو لمس صفحه کنم. یه ذره با این تیکه ور بریم. خب بزنیم لمس صفحه. وای نه لمس صفحه نمی کنم آقا. ویسا این تیکه رو هم بر میداریم. جون مادرت بدید بابا. این باکس ها رو نده. اینو یا اینو بده. این یا این یا این. وای بابا خب باکس نده. من باکس رو میخوام چیکار کنم؟ وایسا یه لحظه بذار من برم ستم عوض کنم. یه لحظه ستم رو بذار کاراکترم عوض کنم. این کاراکتر این ست نداره، همینو میره. خب آقا جون مادرت بیا اینو بده من برم خونمون دیگه. بابا خب نکن این کیفه رو. من میخوام چیکار؟ جون مادر من که میدونستم این خیلی دلغکه. خب اینم از این. و بریم سراغ باز کردن. این کلا ستشه که خداییش خیلی قشنگه. من واقعا ستش خیلی دوست دارم و انیمه ای هم هست دیگه.
این از این اکویپش کنیم. هیچی. بعد اینجا هم که کفشم که نداره. خب اینم این بگی بود که گرفتیم که خیلی مزخرفه، نمیدونم واقعا چه بگی آخه. بعد دنسش هم اینه. من دنسه رو میذارم به جای کدوم دنس بذارم؟ به جای این بذارم ها، یا به جای این بذارم؟ به جای این دنسه رو زیاد باش حال نمی کنم. نه به جای این میذارم. یه ذره خزه. چرا سایلنتش فعال شده؟ این سایلنتش رو غیر فعال کرده بودم که. خب اینا هم از باکس هایی که گرفتیم خیلی چرت و پرته واقعا. الان هم بازشون نمی کنیم. بعد اینم از این ست. فقط من شلوارش خیلی حال نمی کنم. بذار شلواری بزنیم که به این بیاد. حاجی این نه این نمی وایسا. نه اینم قشنگ نیست. یه چیزی که به این بیاد. اینم باحاله ها. نه این زیاد قشنگ نمیشه. خب آقا من فعلا این ستو زدم. حالا نمیدونم زیاد جالب نشد، ولی فعلا به فکرم نمیرسه چه ستی بزنم. فعلا خوبه. و ستامون چند تا شد؟ 205 تا. بریم ما یه دست باهاش کلش رنگ پلی بدیم ها، یا بریم لانگ وولف. یه دست بریم کلش رنگ. فقط کاراکترام من این کاراکترها رو کاراکترهای من این نصب کن. اینو بذارم. بعد بذار دوباره برم ستا رو بزنم. ای بابا. خب ماسکش این، پیرنش این. آقا شلوارش این قشنگه ها. کفشش کدوم گذاشته بودم یادم نمیاد. باور کن. اینو گذاشته بودم. خب ستش خوبه. فعلا بریم یه دست پلی بدیم. خدایش خیلی قشنگه چون انیمیتوره. راستی من بهتون تفاوت این انیمیتور بودنشو داداش تو هم ست منو داری چیز دلغک نه داداش میخوام به قلب بزنم. وایستا. دنسش هم بزنیم. خیلی قشنگه واقعا قشنگه. بنازم. پینگ من چرا انقدر دلغک زادگیه؟ وای آقا پینگ من خیلی بالاست. چه وضعشه؟ نداره. بیسا بریم. داداش دلغک بازی در نیاری. دلغک بابا چرا در و دیواره؟ داداش کار زشت داداش نکنی. کار زشت نداریم ها. نمیزنی ها. دلغک زاده. خب اون دلغک زاده من که میدونم اون پشت داره در میاد. ای وای. خب الان ریو میشیم. فشار نخور. نه جون مادرت. فشار بخور. بعد نفر بعدی کجاست؟ نفر آخر. من دمیج ندارم که. فشار. داداش جانم. 3 تا کیل زدیم. ایول. خب چند تا دمیج دادیم؟ 1091 دمیج دادیم، ولی کیل دوممون خدای نامرده گرفتیم.
کاش مکتن میومد، چون مکتنمو تازه گرفتم. نداره، من یه دونه UMP میگیرم. بگیر یه دونه یخ، یه دونه چی. بذار من یه بار نتمو قطع و وصل کنم، شاید درست شه. خب آقا من نتمو رو قطع و وصل کردم، ولی یک کم بهتر شد. از 190 اومد 140 خورده، ولی اونقدر تاثیر نداشت. خب داداش کار زشت. ای وای سب کن، بذار من الان از پشت میزنمش. ای وای باک شدم. آها به همین راحتی. جون داداش فشار نخور. خب AK داشتی؟ خب وای تک به دویم. اب نداره میزنم، میتونم. دلقک زاده بازی دارن نیارن اینا. من الان چه گویی چیزی یعنی چی کار کنم؟ چی میگی تو داداش؟ در دیوار جان. آها اب نداره. آها فشار بنازم. ای هم رفت رو هدش قفل کرد. بنازم خیلی عالی. خب 6 تا کیل گرفتم. یه دونه گلوال، 3 تا یخ، خداییش خیلی قشنگه. من واقعا با 3 تا شال کردم و بهتون پیشنهاد میکنم برین این 3 تا این 3 تا واقعا بخواین بگیرین که قشنگه. فقط حیف خیلی جم میبره، ولی انیمه‌شو خدا وکیلی بریم ببینین خیلی قشنگه. من باش خیلی حال کردم. من تا فصل 2 دیدم نه فصل 3 رم دیدم. خب بابا من پریدم پایین، دوباره منو میندازی بالا. من که میدونم تو دلقکی. آها فشار. ای وای داداش نکنی، کار زشت نداری ما. آها کار زشت. ای وای فشار. وای ریدم. وای میزدمش ایس میشد. وای خیلی وای چقدر سخت بود. لامصب. وای قلبم داشت میمد تو دهنم. حاجی خدا وکیل قشنگه. داداشم فکر کنم اعتقادی به دنس نداره. دلقک بازی در بیاریم. در آوردیم دیگه چیکار کنم. بالا نیایی بزنید. بابا خب چطوری؟ ای بابا اینم که داداش تو خیلی دلقکی. خب ترک کردی دیگه.
بابا یارای من چرا انقدر نوبه؟ بابا نوب در حد اصلا نمیدونم هر چه نوبیه اینا بگم کمه. ایسا من یه دونه MP40 میگیرم، یه دونه دیگه دوتاگان نمیگیرم، ولی خب داداش ای بابا. خب من میخوام با MP40 از این فاصله بزنم، یعنی چی داداش؟ نمیفهمم منطقه شما چی. بیا داداش، نمیزنم به جان خودم، نمیزنم. دیدی نزدمت؟ زایه شدی؟ اه! What the fuck؟ What چی؟ ای وای بد شد که در قیصر. بابا من الان چیکار کنم؟ ای وای وای ریدم. خب ریدم. وای بابا خب 1 ثانیه دیگه مونده بود فینیشه. بابا خب من اون دست اگر ایس میکردم الان تموم بود دیگه. بابا شما خیلی نوبین، واقعا یارام نوبن. نمیدونم چی بگم دیگه، همه که پرو نیستم. این ای دبل هم خیلی خوبه، 2 خط ریلود داره، 1 خط ریت داره. ریت البته تو ای دبل واقعا به کار نمیاد. چرا یه ذره به کار میاد، تیرش سریعتر میرسه به انمی، یعنی میزنی همون لحظه خورده، ولی خب اونقدر کار خاصی نمیکنه. داداش من که تو رو میزنم. وای نه جون مادرت دلغک. حس میکنم من اینجوری یه گلووال کنم بد نیست. آها فشار بخور. بابا خب چند نفر به یه نفر؟ وای آقا تو رو خدا درست بازی کن. من چرا وای بابا ای بابا بد شد که. خب با توجه به اینکه زمان ویدیو زیاد شد من دیگه ویدیو رو ادامه نمیدم. ها مکتنی که میگفتم اینه و اینم از این. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.